همه مردم تاجیکستان رو به جشن در پیش 25 سالگی استقلالیت تبریک میکنم. برای کامیابی، وحدت و همدیگر فهمی و افتخار بلند ملی تمنا دارم. 25 سال برای من همچون یک ادیب، همچون یک ایجادکار دوره بسیار باقرار بود. من در این مدت توانستم که یک چند مجموعه شعری خود را پیشکش خوانندگان عزیز گردانم. از جمله مجموعه خیرباد بهار، ماه خسرو و سال گذشته مجموعه باغ مراد به تب رسید به خوانندگان پیشکش کردش. موضوع اساسی ایجادیات من مسئله های تحلیل پهلوهای گوناگون زندگی است. از جمله سالهای جنگ شهروندی و دوره بعد از آن، وقتی که مردم فریفته شده به میدان ها و به چیا کشیده شده بودند، اون وقت من یک شعر نوشته دادم که ره پریده است گذرگاه نیست، آسمان سیل بالا می‌ریزد، آن چراغی که به سویش همه شب میرفتم چشم گرگ گشنه است. مردم اون وقت با فریب شعارهای بر دروغ را خورده به میدان ها کشیده شدند و ما همه چشم گرگ گشنه رو خیال چراغ کردیم که ما رو به یگان آبادی، به یگان سرزمینی، اما در اصل همه اون شعارها، همه اون وعده ها، همه اون دعواها بغیر از مکر و فریب چیز دیگری نبوده است. و همون وقت یک رهگمی در نتیجه این جنگ برادرکشی، یک رهگمی در ملت احساس کرده میشد که ملت کجا رفتن، آیندهش رو نمیدونست. و من نوشته دادم که رهروان شب پربرف در بیراهه تاریخ، یک چراغ از دور میخواند شما را سوی آباده. این چراغ اون چراغی بود. این چراغ همان سیسیه 16 شورای عالی در سوخت بود. این چراغ اون چیزی بود که مردم به سوی آینده و فردا راهنمایی میکرد. ادیب فرزند زمان خودش است. درد ملت، درد وطن، درد آینده، تقدیر وطن و ملت از دردهایی هستند که همیشه ادیبان رو به خود میکشند، همیشه دل ادیبان رو به جوش میرند یا که میسوزونند. برای همین گونه موضوعها در شعرهای چی مجموعه خیرباد بهار و چی ماه خسرو بسیار بودند. استقلالیت و انسان همه چیز میکرد. برای چی؟ برای که وقتی انسان مستقل است میتواند که به طرز قابلیت استعداد خودش رو موافق خواهش و توانایی خود پیش برد، ترقی دهد. در کار ایجادی هم استقلالیت نقش بسیار کلامی بود. تصور کنید یک اندازه آزادی سخن. پیش مثلا یک چارچوبه با نام ریالیسم سوسیالیستی بود که از همون چارچوبه بیرون برآمدن ممکن نبود. آنهایی که کوششی از این دایره بیرون برآمدن کردند، آنها تعقیب شدند، جزا داده شدند و تقدیر جمعه آدینه را گیرید، استاد ساتی ملازده را گیرید، دیگر آقای سفرزاده و دیگر از جمله بازار و دیگرها. همین یعنی یک تعقیباتی، یعنی محدودیتی به وجود بود که شاعر یا ادیب نمیتونست که فکرش رو اون چی دلش میخواهد بیان کند به مردم پیشکش کند. امروز با شرافت استقلالیت، با شکرانه استقلالیت و شکرانه رهبریت دولت و حکومت که مثلا به ادیبا یک آزادی داده است که هر چی میخواد در دلش رو گوید. البته این آزادی معنی ندارد که مثلا سخنهایی که گوید که از هر چی در دهانتون آمد گفتن گیرید و به ضرر جامعه باشد، بلکه اون چی که تو در دل تو هست، اون چی که میخواهی که مردم وطن تو، ملت تو از اون سخنهای تو بول و پر گرفته برای پیشروی مملکت، برای پیشروی وطن خدمت کند، یگان کس پیش روی شما رو نمیگیرد. یگان کس پیشتر چنزور گفتگی یک چیز بود. هر چی می نوشتن حتما از نظر چنزور میگذشت. اونجا حتی یگان جمله خطا اندک چی میشد، مؤلف جزا میگیرد، یگان مسئله دیگر میشد. برای همین استقلالیت بود که به ما
ایجادکارا امکانیت داد که مستقلانه موافق طبع دل خودم، موافق قابلیت خودم، موافق خواهش دل خودم ایجاد کنیم و به مردم درد دلمون رو بیان کنیم. اون دستاوردهایی که بعد استقلالیت نصیب ملت ما وطنی ما گردید، اما وقت در مرکز دقت ادیبان است و در ایجادات من هم همین چیزها هست. مثلا ببینید ما استقلالیت، وقتی که استقلالیت میگیم در اطراف استقلالیت گام میزنیم، خودمون حس میکنیم که چقدر آبادی ها، چقدر دیگرگونی های در حیات مملکت به وجود آمده است. بیداری ملی و مسئله خوف و خطری که وضع امروزه جهان است، همین موضوعی است که حاضر مرا فرا گرفته است و در این اطراف من میخوام که ملت خصوصا جوانو خودشون رو شناسند و یک شعر میخوانم. حاضر: گل از خواب زمستان خیز گلشن شو، به چشم گلکنان ای خار سوزن شو. پر از مور و ملخ دیدیم دنیا را، پریشانی بس است ای دانه خرمن شو. فلک بر قصد تو سنگ بلا دارد، ایا آسان شکن آینه آهن شو. درخت زخمی باغ جهان ماییم، دیگر نرمی بس است ای پوست جوشن شو. چه گویی ذره ام از من چی می آید، اگر گردی رهی در چشم دشمن شو. بدخشانی و ختلی و زرافشانی من از تو هستم و تو نیز از من شو. چو سایه در دل شب چند گمنامی، چو صبح از شب برون شو روز روشن شو. یگانه چیزی که ما رو امروز در این وضعیتی که دنیا، در وضعیت امروزه که دنیا به یک میدان طوفان و بدل شده است نجات می‌دهد، فقط متحدی ما، اتحادی ماست و همدیگر فهمی ماست. ملت وقتی که یکجا است او رو هیچ کس مغلوب کردن نمیتونه. از این طرف من یک شعر دیگر هم داشتم: ترنه خط شکسته در آسمان نوشت، بیت روان به دفتر زرد خزان نوشت. رفت و چی گفت و رفت ندانم چه ترجمان، کلک علم به صفحه خاطر فغان نوشت. در برگ زرد چکره خون بهار سبز، با آه سرد باد دریغ جوان نوشت. نقشی که بود از پی پای بره بشست، باران گذشت عمر به آب روان نوشت. هوشم به بانگ ترنه و گوشم به حرف دل، گفتم که چیست ترک وطن ترک جان نوشت. وطن مانند مادر است، ما باید بیمار شد بیمارداریش کنیم. در وقتی صحتیش باید ما خدمت او را کنیم. ما همیشه در غمی همو باشیم. برای همین وقتی که من میبینم یک کس غریبی را، دیاری بیگانه را از وطن بالاتر میگذارد میرود، همچون شاعر، همچون یک فرزند این وطن، خیلی بگذار برای، لیکن در کجای نباشد، بگذار در امریکاست، در روسیه، در کجا باشد، و باید داند تاجیک است، تاجیکستان دارد، وطن دارد.